سلام، من مبینم. منم امینم. امروز مطالبی رو بهتون میگیم که اصلا نشنیدید یا کمتر شنیدید. هدف ما از ایجاد این کانال آگاهی دادن به شما عزیزان کنکوری دانش آموزان دهم 11می هستش. ما اینجاییم تا بدون تعارف، بدون رو در وارسی مطالب را برای شما روشن کنیم. ما تو این چنل میخوایم منصفانه، عادلانه نقد و بررسی کنیم معلمان، مشاوران، مؤسسات کنکوری رو و با هیچ معلم و مشاوری یا مؤسسه چه خاصی نداریم. ما مثل پیج‌های زرد اینستاگرامی نیستیم که مثلا میگن فلان جزوه رو بخون 20 میگیری امتحان نهایی رو، یا مثلا کلاس استاد خاص رو ثبت نام کنی همون درس رو تو کنکور 100 میزنی و اینا نیستیم. آخه جدیدن اینا مد شده. فلان کارو بکن، مخصوصا هم پیجای اینستاگرامی این کارا رو میکنن، مخصوصا دانش آموزان پشت کنکوری این فازا رو میان، اینو بخون 100 میزنی، اون کارو کن 20 میگیری. یا مثلا یوتیوب هم الحمدلله راه افتاده، هر کی دوربین میذاره جلوش میگه افشای پشت پرده فلان مؤسسه فلان کارو کردن. شرایط همینه، ما باید شرایط رو بسنجیم و شرایط رو وفق بدیم، خودمون رو با این شرایط وفق بدیم. ممنونم که همراه ما بودید. لایک، ساب، زنگوله فراموش نشه. حرفی نو، فکری نو برای کنکوری نو.